استیضاح وزیر اقتصاد. وضعیت متغیرهای اقتصادی بعد از استیضاح چگونه می شود؟ آیا بازار سرمایه وارد وضعیت قرمز شده و در آخر پیشبینی بازدهی بازارها در سال 1404 در برنامه مسیر سود؟ سلام خدمت همه بینندگان محترم، خیلی خوش اومدید به یک برنامه دیگه از مسیر سود. من میثم رحمتی در کنار حمیدرضا گروسی ها قراره در این برنامه به تحلیل و بررسی بازارها بپردازیم. این برنامه یه برنامه ویژه است چون آخرین برنامه ما در سال 1403 و قراره که به وضعیت بازارها در این سالی که گذشت بپردازیم و یک پیشبینی هم از وضعیت همه بازارها در سال 1404 داشته باشیم. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بگم که این برنامه یک ورژن صوتی هم داره که در پادکست کاریزما در تمام پادگیرها منتشر میشه، میتونید اونجا این برنامه رو بشنوید. قسمت‌های جذاب دیگه هم داره پادکست که من توصیه میکنم حتما به اونا هم گوش بدید. خیلی سریع بریم سراغ برنامه. حمیدرضا، من سلام عرض میکنم خدمتت و خیلی خوش اومدی به برنامه. منم سلام عرض میکنم خدمت تو میثم عزیز و همه بینندگان و شنوندگان گرامی که دارن ما رو تماشا میکنن و میشنون. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. ممنون از حضورت. موافق باشیم یه وضعیت بازارها رو من واقعیت برای اول برنامه هم در 2 هفته گذشته و هم یه بازدهی از اول سالشون آوردم که ببینیم اصلا در کجای بازارها قرار داریم. خب از 2 هفته گذشته شاخص کل در همون محدوده بوده ولی شاید سوال اصلی افراد این باشه که خب ما این همه منفی خوردیم، این کجای داستانه؟ بحث همون شاخص سازی و ایناست، ولی خب شاخص هموز منفی 5% از 2 هفته گذشته ریزش رو تجربه کرده. این 2 شاخص یعنی شاخص کل و شاخص هموز از اول سال به ترتیب 23% رشد و شاخص هموز فقط 7% رشد از اول سال تجربه کرده. دلار بعد از تمام اتفاقایی که در 2 هفته گذشته افتاد، استیضاح و صحبت‌هایی که انجام شد، در همون محدوده قرار داره. 93 و در مرز 93 فکر کنم تا الان. از اول سال 56% رشد رو تجربه کرده. سکه خب در 2 هفته گذشته بالای 3% بازدهی داشته، دوباره حباب گرفته و از اول سال که برترین بازار هم بوده 106% رشد رو تجربه کرده. در کنار اینا بازار پول هم بگیم که حدوداً در محدوده‌ای فکر کنم میانگین مثلا 33-34% رو داشتن، ولی الان در محدوده‌های 36-37 دارن معامله میشن. روند ورود و خروج پول هم توی بازارها رو داشته باشیم به نظرم جالبه. از اول سال صندوق طلای داخل بورس 47 همت ورود پول رو تجربه امروز کرده. که هنوز حالا یه هفته تا آخر سال هم مونده دیگه. بله من اصلا 47 همت ورود پول. آره. اوراق درآمد ثابت رده دوم رو داشته 29 همت ورود پول و صندوق‌های سهامی و اهرمی علنا میشه بگیم ورود پولی از اول سال نداشتن، ولی هر کدوم کلا 3 همت بیشتر ورود پول رو تجربه نکردن. در حالا من یه آمار تکمیلی هم بگم، حدود 75 همت پول حقیقی هم از سهام خارج شده از اول سال. 75 همت. بله دیگه، مجموع 30 و 47 هم کامل این رو الان داره نشون میده. وضعیت متغیرهای بازار سرمایه رو بخوایم بگیم، پی بی اس تی تی ما 1.6، پی بی ای فوروارد پی بی ای تی تی ام ما الان در محدوده 7 قرار گرفته، رسیده لب مرز. من فکر کنم با اتفاقایی که داره میفته ما دوباره زیر 7 رو تجربه کنیم و ارزش دلاری ما علنا برگشت به آبان دیگه، دقیق رقمش هم شد آبان ما 105 میلیارد دلار. موافق باشی حمیدرضا شروع کنیم به بررسی بازارها، ولی یکم فرق میکنه این بررسی. نمیخوام صرفاً 2 هفته گذشته، میخوام در مورد بازارها با هم دیگه صحبت کنیم و اگر احیانا نکته‌ای داشته این بازار تو امسال در مورد اون صحبت کنیم و یک پیشبینی از وضعیت
بازارها در سال آینده. من میخوام از وضعیت اقتصاد شروع کنم. در وضعیتی که امسال گذروندیم، واقعیت ما سال عجیب و غریبی رو پشت سر گذاشتیم، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر بعد خارجی، چه از نظر بعد داخلی. یعنی ما اتفاقهایی افتاد که امسال رو میشه بگیم اصلا تکرار ناپذیر بوده. یعنی در گذشته اصلا ما همچین سالی رو نداشتیم. به همین دلیل ما نوسانات شدید رو داشتیم و به نظر من در وضعیت فعلی عامل تأثیرگذاری که الان میتونه اقتصاد رو تحت تأثیر قرار بده متاسفانه وضعیت سیاسی ماست. یعنی ما در نقطه‌ای هستیم که متاسفانه این وضعیت سیاسی باید تعیین و تکلیف بشه. من نمیخوام ناامیدانه صحبت کنم، بلکه واقعیت رو میخوام بگم، ولی چیزی که باید بپذیریم الان وضعیت 0 و 1 نیست. یعنی وضعیت 0 ما وضعیت حالت بد سیاسیه، وضعیت 1 ما وضعیت خوب نیست. وضعیت اینه که آیا ما با همین دستفرمون میتونیم ادامه بدیم یا نه، یه پله وضعیت بدتر میشه. خب واقعیت این وضعیت سیاسی رو من به دو حالت میخوام تقسیم بندی کنم. یکی این که ما آیا تا فکر کنم مهر ماه سال آینده به نتیجه توی بعد سیاسی میرسیم که مکانیزم ماشه فعال نشه. یکی این حالته. یکی هم حالت بدبینانه داستانه که ما مکانیزم ماشه فعال بشه و اوضاع از اینی که هست بدتر بشه. من دوست ندارم اصلا وضعیت ماشه رو توی ذهنم داشته باشم، چون میدونیم چه اتفاقی میفته. تجربهشو داشتیم دیگه. بله دقیقا. ولی وضعیتی که الان داریم اتفاق میفتیم، یعنی من پیشورز رو میذارم وضعیت در همین قسمت باقی بمونه. یعنی تحریم ها حالا یه مقدار بیشتر بشه، فروش نفت ما پایینتر و پایینتر بیاد تا یه سطحی که فقط بتونیم گذران داشته باشیم. به همین دلیل من هر متغیری که تو ادامه میخوام صحبت کنم پیشورزم ادامه دادن همین وضعیت سیاسیه. یعنی حالتهای حدیش رو پیشورز ندارم. تو هم صحبت کن که با همدیگه یه گفتگویی رو حالا پیش ببریم. منم باید موافقم میسم. الان بیش از هر زمان دیگه‌ای اقتصاد و بانک مرکزی کمترین اثر رو روی همون اقتصاد دارن و شاید بخوایم بگیم که واقعا بازیگر اصلی متغیرهایی که ما سعی می‌کنیم پیش بینی کنیم، تحلیل کنیم توی بازارهای مختلف، همون تصمیمات سیاسیه که متاسفانه در حال حاضر برخلاف میل حداقل خیلی از ماها گرفته شده و گرفته شده، چاره‌ای هم نیست. اما خب نکته‌ای که وجود داره اینه که باید موافق یه جاهاییشو نیستم، اونم اون جاهاییه که به نظر من دیگه ما مثل قبل هم شاید نتونیم گذران کنیم، چون شدت ناترازی‌های کشور ما چه از لحاظ انرژی چه از لحاظ ارزی به حدیه که به نظر من اگر ما به اندازه قبل هم فروش نفت داشته باشیم تازه شاید بتونیم این ناترازی ها رو جبران کنیم، وضعیت اون بهتر نمیشه. چه بسا که ما احتمال زیاد از قبل کمتر نفت میفروشیم و ناترازی های ما هم شدت بیشتری خواهد یافت و این دوتا به هم هی دارن دامن میزنن که وضعیت ما حتی با وجود شرایط فعلی که قبل از مکانیزم ماشه هم هستیم بدتر از قبل خواهد شد همواره، چه برسه که به مکانیزم ماشه. بنابراین من اینجای صحبت رو یه ذره باید مخالفت میکنم که واقعا ناترازی انرژی توی کشور ما به حدی رسیده که واقعا دیگه نمیشه ازش چشم پوشی کرد و اون تحریما به یه طرف، این ناترازی هم خودش یه طرف دیگه ماجراست. آره، اون قسمت ناترازی ها واقعیت وضعیتیه که اقتصاد درگیرشه. من برای اینکه یه نقطه شروع کنیم، به نظرم از نقدینگی بخوایم صحبت کنیم، تو وضعیت فعلی به نظرم حاکمیت به این نتیجه رسیده که این کنترل نقدینگی تا حد زیادی میتونه یه مقدار وضعیت‌های متغیر دیگر رو کنترل کنه. به همین دلیل من دیگه نقدینگی رو دست بانک مرکزی دیگه صرفا نمیدونم، فکر می‌کنم بعد بالاتری از بانک مرکزی پیدا کرده و به همین دلیل ما اگر پیش‌فرض رو بگیریم همین وضعیت تحریما یکم شدیدتر بشه، احتمالاً فشار روی کنترل
نقدینگی بیشتره. ما حدس من اینه که حدود مثلا 35 تا 40% یه رشد نقدینگی سال بعد داشته باشیم، بالاتر از این خط قرمزهای حاکمیتیه. خب به تبع برای این یک سری پیش نیازها باید دولت داشته باشه. اولین پیش نیازش به نظرم نرخ اوراقه که اگر یادت باشه ما اون اوایلی که مسیر سود رو شروع کردیم، متغیری که خیلی داشت اذیتمون میکرد وضعیت اوراق بود و نرخی که داشتن. به نظرم این وضعیت در سال آینده هم ادامه داره و حتی میتونه بیشتر هم باشه، به دلیل اینکه تنها راهکار کنترل نقدینگی، کنترل هم میگم نه اینکه نقدینگی بشه 0% رشدش، نه همین ساعتی که الان داره ادامه پیدا میکنه یا باید سرعت کمتری رشد کنه. دقیقاً نرخ‌های بالاتریه و واقعیت تفکر اقتصادیه که الان ایجاد شده. حمید رضا، من بعد از استیضاح وزیر اقتصاد یکم از بحث اصلاحات اقتصادی فاصله گرفتم، چون به نظر من استیضاح آقای همتی استیضاح یک فرد نبود، استیضاح یک تفکر اقتصادی بود که اعلام شد به تمام بدنه دولت که ما این تفکر رو نمیپذیریم. این تفکر چه نوع تفکریه؟ تفکر اینه که ما متغیرها رو نگه میداریم، بعد از یک دوره رشدشون میدیم، باز نگه میداریم. مثال سادهش رو بخوام بزنم، دلار نیماست. دلار نیما تصمیم همتی نبود، تصمیم حاکمیت بود، چون دلار رو داشت ارزون میفروخت، یک پله آورد بالا. ولی تصمیم همتی چی بود؟ نزدیک کردن دلار آزاد و دلار نیما بود که این تفکر مورد قبول حاکمیت نبود، چون خب بالاخره دلار آزاد شما هم از این یه مقدار بالاخره تأثیر میپذیره. بنابراین این تفکر هم تفکر خیلی مهمیه که به نظرم در سال بعد ما باید بذاریم تو اولویت و همین وضعیت رو بخوایم از نظر نقدینگی، از نظر تفکر اقتصادی و نرخ اقصا حالا وارد بازارها و پیش بینیشون میشیم. این متغیرها پیش‌فرضای منه و وارد بازارها میشیم و بررسیشون میکنیم. من بخوام حرفاتو کامل کنم، به نظر من الان دیگه باید به این نتیجه رسیده باشیم که سیاست کلی حاکمیت اینه که ثبات و نرخ ارز رو تثبیت کنه. نرخ ارزی هم که میگیم نه دلار 90 تومانی، همون دلار توافقی که میشناسیمش و به قول تو احتمالاً مثلا تا 6 ماه 1 سال دوباره تو همین محدوده باشه، بعد دوباره یه جامپی بزن. و سیاست رسمی کشور ما در حال حاضر چیزی که به نظر میرسه تثبیت نرخ ارز هست. من میخوام حرفاتو کامل تر کنم. من هم به نظرم نقدینگی در سال آینده، حالا من عددی که داشتم 30 تا 35، تو میگی 35 تا 40، فکر کنم رو عدد 35% رشد با هم اتفاق نظر داریم که رشد واقعا بالایی هم هست برای نقدینگی ما، چون هدف گذاری برای 20% بوده. تورم به نظرم به راحتی دوباره به سطوح بالای 40% میرسه، همونجوری که حالا توی مسیر سود قبلی خودت صحبت کردی و آمار تورم بهمن رو دادی که وزن تورم خوراکی ها چقدر داخلش بالا بود. به نظرم سال بعد سال تورمی رو خواهیم داشت در کنار رکودی که داریم، یعنی یک سال عجیب غریبیه به نظر من. یکی از پیش بینی هایم که من دارم اینه که نرخ بیکاری تو سال آینده به نظر من افزایش خواهد یافت، نه نرخ بیکاری که اینا اعلام میکنن، با پارامترهایی که اینا میگن، نه با پارامترهای واقعی به نظر من نرخ بیکاری افزایش خواهد داشت، شاید هم افزایش عجیب غریبی داشته باشه. من بخوام حرفاتو کامل کنم، ما یه شاخصی داریم به نام شاخص مدیران خرید کل اقتصاد که اتاق بازرگانی میاد اعلامش میکنه و به نوعی نشون دهنده رونق و رکود در اقتصاد و در بنگاه‌های اقتصادیه. برای بهمن ما عددی که اعلام شده 46.4 که برای سومین ماه متوالی کاهش داشته و زیر 50 خودت میدونی اعدادی که زیر 50 باشه نشون دهنده رکوده، اعدادی که بالای 50 باشه نشون دهنده رونقه. و این عدد که خب میگم توی 7 ماه اخیر کمترین مقدار خودش رو داشته، نشون دهنده رکود عمیقیه که داره تو اقتصاد ما ریشه میدونه در کنار تورمی که داریم تجربهش میکنیم. یعنی این دوتا دیگه دارن توامان میشن با هم
دلایل زیادی هم داره که مطمئنم شنوندگان و بینندگان شاید بهتر از من و تو بدونن. همون ناترازی انرژی که ما گفتیم، قطعی برق و گازی که صنایع بزرگ ما دارن تجربهش میکنن، کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان بوده، یعنی همون نشونه های رکودی که داریم با هم صحبت میکنیم، و کاهش میزان تولید محصولات، و از همه مهمتر افزایش قیمت مواد اولیه عامل این بود. یعنی همه دست به دست هم دادن که این شاخص مدیران خرید بیاد زیر 50 و زیر 50 داره تثبیت میشه و این یک چراغ قرمز و هشداریه برای اقتصاد ما که رکود خیلی عجیب و غریب تر از الان ممکنه رخ بده. مثلا تو شاید تو جامعه ببینی مغازه‌دارا مینالن که آقا چرا کسی نیست خرید کنه، چرا مثلا رونق نیست مثل قبل. شما وقتی از مدیران خرید که حالا یه شاخص در مقیاس بزرگ کشور ما میبینی که رکود داره حاکم میشه، این رکوده میاد به لایه‌های پایین‌تر نفوذ میکنه و تا اون پایین ریشه میدونه و این رکوده همه گیر میشه، همه دیگه دوچارش میشن. اینم موردی بود که من می‌خواستم بگم راجع به سال بعد که این شاخص مدیران خرید ما خیلی اعداد پایینه و داره زیر 50 تثبیت میشه. نرخ اوراقی هم که راجع بهش صحبت کردی، به نظر من دولت و اقتصاددانا و عذرخواهی می‌کنم وزیر اقتصاد جدیدی که حالا بیاد چاره‌ای ندارن جز این که نرخ اوراق رو بالاتر ببرن و به نظر من به راحتی همونجور که خود اشاره کردی الان 35 36 37 دیگه نرمالشه. به نظر من به راحتی بالای 40% میره. حالا با وجود این پارامترهایی که احتمالاً جفتمون روش هم نظریم و قبل از اینکه بخوایم بازارها رو پیش بینی کنیم بعد اول این پارامترها رو داشته باشیم و اون وضعیت سیاسی که صحبت کردیم، حالا به نظرم میتونیم بازارهای مختلف رو یه پیش بینی داشته باشیم. آره خیلی خوبه. بنابراین ما با یک رکود اقتصادی در سال 1404 احتمالاً طرف هستیم با نرخ اخذای بالا که به نظر من باعث نوسان‌های بسیار زیادی توی بازارها خواهد شد، چون یک کاملا باید موافقم. جایگاه امنی هست برای نقدشوندگانی که توی بازار اتفاق میفته و خب وضعیت متغیرهای من به اصطلاح بهش میگم کیفی که روی کیفیت زندگی افراد تاثیر میذاره، ما این وضعیت هم وضعیت خوبی نداریم. بنابراین باید الان یه برنامه‌ای داشته باشیم برای خودمون که حداقل بتونیم کمتر تو سال بعد آسیب ببینیم. موافق باشی از بازار سرمایه شروع کنیم، ببینیم چه اتفاقی میتونه برای سال بعد این بازار بیفته. خب همین رضا، امسال من خلاصه بخوام بگم ما روی 2-3 موضوع بیشتر متمرکز نبودیم روی بازار سرمایه. این 3 موضوع چی بود؟ فکر کنم بارها به خصوص اوایل مسیر سود ما تکرارش کردیم. یکی بحث دخالت‌های دولت بود، بحث نرخ نیما بود و بحث سوم نرخ اخذا بود. من خودم همیشه فکر می‌کردم که فقط تنها عامل نرخ اخذا مورد و مشکل بازار سرمایه باشه، 2 مورد اول نباشه، ولی واقعیت با توجه به استیضایی که اتفاق افتاد و تغییر تفکر اقتصادی که به دولت الان داره منتقل میشه، به نظرم گزینه دوم رو هم داریم کم کم از دست میدیم. خب ما درباره نرخ اخذا صحبت کردیم، نرخ بالاست، بنابراین روندهای سودی طولانی مدت به هیچ عنوان نمیتونه اتفاق بیفته توی بازار سرمایه. دیدیم امسال چجوریه، به نظرم سال بعد هم همینطور. حالا بیشتر توضیح میدم. یعنی ریسکایی که با اومدن وزیر اقتصاد آقای همتی از سر بازار کم شده بود دوباره حالا برگشته. بله کم و بیش برگشته. خب نرخ اخذا بالاست، بنابراین من بازار سرمایه رو به دلیل بالا بودن نرخ اخذا به اصطلاح میتونم بگم نوسانی. آره نوسانی میبینم، نمیتونم یک روند حالا نزولی یا صعودی خیلی شارپ پیدا کنم توش. دومین عاملی که به نظرم خیلی تأثیر گذاشت نرخ نیماست. من خودم توی پیش‌بینیام اینطوری بود که نرخ نیما پله پله افزایش پیدا میکنه، ولی واقعیت با توجه به این اتفاقی که افتاد احتمالاً ما برمیگردیم به دوران قبلی 2-3 سال گذشته که گپ بین 20 تا 30% دلار نیما و بازار آزاد حفظ خواهد شد. من حتی به نظرم این گپ شاید بیشترم بشه، لزوما همون درصد قبل شاید تکرار نشه. من یکم روی درصد بالای 30% مورد دارم، به این دلیل که به نظر من اون تایمایی که دولت میتونست این دلار نیما رو نگه داره و دلار آزاد بره بالا، دورانی بود که پول دستش بود.
الان به دلیل اینکه دلار و پول و نقدینگی دستش نیست، توانایی کنترل بیش از حد رو نداره، چون چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم دلار برای دولت مثل یک کالاست. مثل اینه که الان به ما میگه بنزین رو دارم ارزون میفروشم. زمانی که دلار نیما رو پایین نگه داره مثل اینه که بگه من دلار خودم رو دارم ارزون به شما میشم. ما دیگه با دولتی طرف نیستیم که اصلا بتونه، خواستش مهم نیستا، نمیتونه کالاهای خودش رو به جامعه ارزون دیگه بفروشه. من به نظرم دلارم اینطوریه، حالا میگم این تفکر من، ولی اونقدر هم نمیتونه این فاصله رو نزدیک کنه. بنابراین 20 تا 30% برای من یک میانگینیه که دارم و به همین دلیل بازار کنترل شده میشه. بازار وقت‌های احتمالاً رشد خواهد کرد که دلار نیما رشد کنه، ولی وضع اون متغیر اول دخالت‌های دولت، من به نظرم دخالت دولت در همون حد قبلیش باقی میمونه. بنابراین ریسک من توی بازار سرمایه بیشتر شده و یکم حساسیت منم بیشتر میشه تو سال جدید. به نظر من سال آینده بورس همونجور که خودت گفتی نوسانی خواهد بود. به نظر من هم روند صعودی بلند مدتی ما در بورس نخواهیم داشت به خاطر متغیرهای بسیار زیادی که تو این چند ساله شاهدش بودیم. ببین اول برنامه وقتی ما میگیم که 75 همت پول حقیقی از بازار سهام از صندوق رو گذاشته بودیم کنار خارج میشه، این 75 همت یک سری سهامداری هستن که به یک سری دلایل از این بورس رفته اند و ما باید این اعداد رو حس کنیم، درک کنیم. یعنی اینکه تو میگی ارزش دلاری بازار سرمایه برگشته به 105 میلیارد دلار یا خیلی از چیزهای دیگه که مثلا من دیدم نمودارهاشو میذارن، ارزش سکه شاخص یعنی شاخص به سکه یا ارزش بازاری سکه، مثلا الان اگه بازار ما چند هزار همته چند عدد سکه میشه، چند میلیون سکه میشه. دلیلی نداره که ما فکر کنیم که این وقتی روی یک عددی این کف تاریخیشه پس میره بالا. ببین وقتی یک پولی خارج میشه، یک سری ریسک هایی که تو داری نشون دهنده اینه که تو باید توجهتو جلب کنی به روند پول. ما نمیتونیم با روند پول بجنگیم، روند پول ادامه داره و ما باید باش همراه شیم. به نظر من بورس سال آینده هم نوسانی خواهد بود. در بهترین حالت بازدهی 20 تا 30% رو تو شاخص های اصلی شاید ببینیم، میگم در بهترین حالت، حتی اگه اون مکانیزم ماشه هم که صحبتش کردیم فعال نشه. ناترازی انرژی به حدی رسیده که به نظر من صنایع و سهم‌هایی که تولید محورن با توجه به تابستان و زمستانی که ما قطعی برق و گاز و چیزهای مختلف رو داریم، به نظر من سال آینده جذاب نخواهند بود. شاید باید سهم‌هایی رو که مشکل نقدینگی دارن توی شرکت، یعنی شاید نسیه‌ای میفروشن، مشکل مبالغ برگشت از فروش دارن، مثل صنعت دارو که حالا اون پولایی که میفروشن به مشکل میخوره، بر نمیگرده، دولت نمیده، این به اون بدهکاره و اینجور مسائل. به نظرم این صنایع هم سال بعد به مشکل خواهند خورد، چون ما سال رکودی خواهیم داشت. صنایعی که این مشخصات رو دارن به نظر من مشکلات جدی تری خواهند داشت از قبل. حالا شاید خیلی از بینندگان شنوندگان میگه خب چه صنعتی صنایعی مثل صنعت بانک که حالا گلابشون هم میشه بانک ملت، به نظر من شاید این سهام فقط خوب باشن تو سال آینده. خوب که میگم درسته تو هر صنعتی یک تک سهم هایی هستن که رشد عجیب غریبی دارن. من دارم یک پیش بینی کلی میکنم و شاید کمترین ریسک ممکن رو دارم میپذیرم. صنعتی مثل صنعت بانک، اونم نه هر سهمش، میگم مثل بانک ملت که خب نشون داده چقدر سهم خوبیه، یا نه صنایعی که حالا ما چون سال آینده اوایل سال مجامع رو داریم، صنایعی که مجمع هاشون سود خوبی رو تقسیم میکنه، به نظر من میتونن خوب ظاهر بشن. پارامترهای کلانی هم که گفتی، به نظر من سال آینده پارامترهای کلان بورس ممکنه تو کف بمونن یا حتی کفهای جدیدی ایجاد کنن. یعنی به نظر من هیچ لزومی نداره که ارزش دلاری بازار سرمایه بشه 150 میلیارد دلار، میتونه بشه 90 میلیارد دلار. نمیگم که میشه ها، ولی میگم انتظار این که بگیم 100 کفشه شاید انتظار اشتباهیه. با توجه به اینکه ما پیش بینی میکنیم نرخ اقصا بره بالا، پس اون پی بی کف بازاری که ما تی تی امی که در نظر داشتیم میگفتیم 6 ارزنده است، شاید دیگه 6 ارزنده نباشه. و همه این موارد چیزاییه که من در نظر دارم، ولی من حیث المجموع به نظر من بورس سال آینده نوساناتی خواهد داشت. آره، در مورد ارزش دلاری داشتی میگفتی همین رضا، ارز اولیه‌ای فکر کنم یه سال اخیر رو، یه سال نیم اخیر رو از دل بازار بکشیم بیرون، ارزش دلاری بازار نزدیکای 70 همت بود.
میگم 70 میلیارد دلار میشه و این یعنی یه فاجعه‌ای که اتفاق افتاده توی بازار. میدونی نکته توی بازار سرمایه چیه همین رضا؟ ما از الان نمیتونیم بازدهی آخر سال بازار رو بگیریم. چرا؟ چون همون بحثی که داریم میکنیم نوسانی بودنشه. ما احتمالاً آخر سال بیایم صحبت کنیم یک عده رو داریم توی بازار سرمایه که مثلا دارم میگم شاید مثلا 80% سود کرده باشن، یه عده هم داریم 5% هم سود نکردن. چرا اینه؟ چون متغیرهایی که قبل از انتخاب صنعت و سهام میخوایم تصمیم گیری کنیم روشون انقدر زیاده، انقدر نوسان داره که باید اون متغیرها رو دقیق، سریع و به موقع پیش بینیشون کنیم. و نکته بعدی، خروجی و فیلتری که گذاشتیم انقدر تعداد صنایع و سهم‌ها کم میشه که انتخابش برای همه امکان پذیر نیستش. یعنی این نکته ایه که باید افراد بدونن. یک کار بسیار بسیار سختی رو در بازار سرمایه برای کسب بازدهی در سال آینده دارن، حتی سخت‌تر از همین امسال. البته خودت بهتر میدونی که خیلی سخت بوده. شاید تک و توک سهمایی بودن که خیلی خوب بازدهی داشتن و میتونیم ادعا کنیم که از تورم از بازار موازی که قطعا جا میموندن خیلیا، شاید یکی دو تا سهم فقط، ولی واقعا امسال سخت بوده. سال بعد منم با هم نظرم که از امسال هم سخت‌تر خواهد بود. و در مورد ناترازی‌های انرژی و کلا ناترازی‌های داخل اقتصاد که گفتی، شاید یه جمله کلیشه‌ای باشه ولی من اعتقاد دارم و میبینیم بازار سرمایه دماسنج اقتصاده و واقعا هست همین رضا. این اتفاقایی که داره سر بازار سرمایه میاد کاملا وضعیت اقتصادی شرکت‌های ما رو داره نشون میده. تازه به نظر من بزک دوزک شدهشه، کنترل شده. اصلا اگر کنترل نمیشد، میگم نمونه بارزش ارز اولیه رو خارج کنیم، ارزش دلاری ما نصف میشه. این دماسنجی که من دارم میگم کاملا برمیگرده به شرکت ها و ما رسیدیم به نقطه ای که شرکت ها آیا امکان تولید در سال بعد رو دارن یا خیر، و این بسیار بسیار جمله خطرناکیه. بنابراین وقتی ما میگیم سخت میشه انتخاب، باید صنعتی باشه که امکان تولید و ادامه دادنش وجود داشته باشه، صنعتی باشه که وابسته به انرژی نباشه زیاد، صنعتی باشه یا شرکتی باشه که بدهی نداشته باشه بخواد طلب کنه. مثلا صنعت بانکی که داری میگی خودش پول میده، گیرنده پول نیست. بنابراین انقدر داره کوچیک میشه و این سختیه زیاد میشه که به نظر من کار حرفه‌ای بازار میتونه باشه که اون بازدهی مناسب رو کسب کنه. بنابراین انتظاراتمون رو از بازار سرمایه باید معقول کنیم، بدونیم با چه بازاری طرفیم و به نظرم یه بازدهی کسب کردیم میتونیم ازش خارج بشیم، دوباره فکر دید کنیم. نوسانی باید داشته باشیم. دید نوسانی داشته باشیم و اون دید بلند مدتی که خیلی رایجه به نظر من الان جوابگو نیست. چرا؟ چون ما با شرکت های طرفیم، شاید اصلا یک شرکت دیگه امکان تولید وجود نشه، پس بنابراین دید بلند مدتی هم دیگه وجود نداره. حالا ما در سال بعد احتمالاً در ادامه فصل به فصل توضیح میدیم این بازار رو، ولی انتظاراتمون رو باید داشته باشیم. من حالا آخر سر بعد بازار دلار سکه که با هم صحبت کردیم یه رتبه بندی بازدهی تو ذهنم هست که بازار سرمایه میتونه کجای این بازارها باشه. موافق باشی بریم سراغ بازار دلار، بریم ببینیم اونجا چجوریه. تو میخوای این بازار شروع کن؟ امسال که خب خودت بازدهی ها رو اول برنامه گفتی عجیب و غریب بوده بازدهی ها و ناچارن هم بوده، یعنی چیزی بوده که زیاد دور از ذهن نبوده، باید اتفاق می افتاده با توجه به اتفاقاتی که داره می افته و هیچ برنامه‌ای هم پشتش نیست. من یک نکته منفی که بگم، متاسفانه ما حتی گیر مسئولینی افتادیم که حالا من الان اشاره میکنم که خودشون هم نمیدونن با خودشون چندن. مثال بارزش شبکه خبر یه دونه مصاحبه داشته با رئیس انجمن کارفرمای پتروشیمی، اگر اشتباه نکنم عنوانشو، میگه که خود این آقا داره تو
تریبون شبکه خبر میگه رئیس بانک مرکزی به من زنگ زده گفته اگر من 10,000 بذارم رو دلار شنبه عرضه میکنی دلاراتو. اینم گفته نه، اون گفته خب چرا، اینم گفته خب ما هرچی داریم عرضه کردیم. حالا به این کاری ندارم. بعد جالبه یه جایی بعد از این صحبت ها یه نفری مهمون برنامه است بهش میگه که خب آقا شما پس چرا طرفدار گرون شدن ارزی؟ میگه نه ما کی گفته طرفدار؟ میگه آقا یه نامه است که 12 تا اتحادیه امضا کردن شما امضا کردید. میگه اینو گذاشتن جلو ما امضا کردیم. میخوام بهت بگم یعنی ما باید سطح انتظاراتمون و مفروضاتمون در همین حد باشه از سال آینده. به نظر من بازار طلا و دلار ما سال آینده شاید اندازه امسال پر رونق نباشد چون بخشی از اون هیجانات خالی شده، اما اون هم حداقل به نظر من 40 تا 50% بازدهی خواهد داشت. حالا من دونه دونه عدد رقمایی که حالا با توجه به مفروضاتی که ما داشتیم در آوردم و میگم. بخوام از اونس شروع کنم، من اونس جهانی من تقریبا تمام پیش بینی‌های موجود رو خوندم، از جاهای مختلف جمع کردم و خوندم. پیش بینی‌ها دو دسته است. خیلی خوشبینانش میگه ته 300 3200 هر اونس جهانی طلا، $3200 تهش در بدترین حالتش، با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی مختلف دارن طلای سنگینی میخرن. اگه همین روند ادامه داشته باشه، افزایش پیدا کنه، اون طرفش من 2600 2500 700ش هم دیدم تو پیش بینی‌های مختلف، با توجه به اینکه ما اوج تنش‌ها رو احتمالاً گذروندیم. یعنی تنش‌های خاورمیانه اون اصلش که حالا سمت غزه و لبنان و اینا بود و سوریه بود، یه بخشیش فروکش کرده و قاعدتاً دیگه مثل قبل شاید اون آتش قبل رو نداشته باشه. چشمانداز صلحی که جلوی اوکراین و روسیه هست که حالا درست آهسته آهسته ولی بالاخره از اون شدت قبل به نظرم اون جنگه داره ازش کاسته میشه. صرفا الان ما یه جنگ تجاری رو داریم که به اونس دامن زده و اونس رو نگه داشته تو این سطوح، ولی من میگم من حیث المجموع چیزی که من داشتم میخوندم با توجه به سطوح $2900 که الان داریم، نهایت احتمالاً 10% رشد رو براش پیش بینی میکردن برای سال 2025. البته ما یک مقدار چندی ماه از سالمون خارج از سال 2025 میشه. رشد عجیب غریبی رو ما تو اونس احتمالاً نخواهیم داشت که بخوایم بگیم دامن بزنه به رشد طلا، و کفش هم 2500 یعنی محدوده 10% مثبت 10% منفیه. بخوام از طلای گرمی بگم، طلای گرمی با توجه به این صحبتی راجع به اونس دارم میکنم، به نظر من اعداد پایان سال بعد یا اواخر سال بعد میتونه 9.5 تا 10.5 میلیون تومان باشه هر گرم طلا. این نکته رو میخوام بگم که از نظر من اینکه طلا حباب داشته باشه دیگه داره یه قانون میشه، دوباره داره یه عرف میشه، مثل سکه‌ای که همیشه حباب داشت. طلای ما یه مدت طولانی هیچ حبابی نداشت و الان چندین هفته است که داره حباب میگیره، 2 3 4 بسته به روزهای مختلف، و تازه خود مظنه آب شده ما بیش از این حباب داره، یعنی تا 6-7% حباب داره. یعنی من دیروز داشتم میدیدم طلا بود گرمی 6,700 این طورا، گرم مظنه آب شده که از اون به دست اومد 700 بود. یعنی میخوام بهت بگم این تفاوت رو می‌بینی، بیش از 5% حباب مظنه داره. یعنی دیگه باید عادت کنیم به حباب طلا و به نظر من میتونه حباب انواع طلا، چه سکه چه طلا چه مظنه، یه پله بره بالاتر. یعنی ما شاید دیگه سطوح 10% که میگفتیم کف، مثلا بیاریم رو 15، بیاریم رو 20 حتی، چون هیجان خرید طلا توی جامعه زیاد شده. البته این هیجانی که میگم بیشتر برای حفظ ارزش پوله. از اونجایی که ما دسترسی به دلار رو سخت کردیم و دیگه به راحتی نمیشه طلا پیدا کرد، ببخشید دلار پیدا کرد، خیلی هنوز میتونن اسکناس دلار رو بخرن ولی دسترسی عمومی و راحتی وجود نداره به دلار، مخصوصا تو حجم‌های بالاتر از یه حدی. به نظر من طلا بیش از قبل حباب گرفت، چون حباب میگیره، چون تمام اون تقاضا میاد روی طلا. سکه رو من همونجور که میگم به نظرم بازی حباب عوض میشه، یه پله میره بالاتر، حباب بیشتری میگیره از لحاظ درصدی، و به نظرم سطوح 120-125 میلیون واسه اواخر سال آینده اعداد معقولی میتونه باشه. با توجه به اینو باز من نکته رو بگم، ما یه سری مفروضاتی داشتیم در ابتدای برنامه اقتصادی و سیاسی که داریم طبق اون مفروضات اینا رو میگیم. حالا اگر این مفروضات عوض شه، فردا بیدارشیم بگن آقا ایران و آمریکا توافق کردن، قطعا اعداد ما هم باید تغییر پیدا کنه. و دلار رو هم من میانگین سالش رو 117,000 تومان دیدم. این البته تکنیکال قاطیش کردم چون 117 عدد تکنیکالیه، و به نظرم سقفش میتونه 130 و 135 این حدودا باشه. عالی. من بخوام نظرم رو بگم در بخش دلار، من یه اعتقادی دارم که بازدهی دلار در سال بعد، اصلا در سالهای
مختلف در اقتصاد ایران نمیتونه پایین‌تر از نرخ اقصای ما باشه. یعنی امسال رو هم در نظر بگیریم، ما سال پیش بهمن ماه وقتی اوراق منتشر شد، اون گواهی‌های سپرده 30%، خب اون تایم برای ما یه عدد بالایی بود، ولی همیشه اقتصاد ایران نشون داده که نرخ بازار دلار و حالا به تبعش بازار موازی دیگه از نرخ اقصا پایین‌تر نیست. این زیاد به نفع دولت هم نیست، یعنی منطقی هم هست. بنابراین وقتی من نرخ اقصا رو در سطوح بالای 35% میبینم، بنابراین رشد مینیمم 35% هم برای دلار متصورم. بنابراین مینیمم رشد دلار بازدهیش رو 35% میبینم که اندازه خود تورمه. حالا با توجه به اتفاقای سیاسی که میفته، هیجانات بهش وارد بشه، هیجانات این میتونه بالا پایین بشه. بنابراین یه مینیمم دلاری که من تا سال آینده دارم در محدودهای 130,000 تومنه، یعنی میتونه با یکم هیجانی بهش تا این محدوده ها باشه. حالا به قول تو مثلا یه بار 120 تومنه، ولی میانگینی به نظرم بین 120 تا 130,000 تومن پایان سال میتونه این عدد دیده بشه. خب به تبع در بخش طلا هم با مفروض دلار بخوام برم این عددش و اونس من 3,000 دلاری گرفتم، یعنی اونقدر حالا زیاد همون وسط احتمالاً پیش بینی ها رو 3,100 زیاد تفاوتی با 3,000 تومان 3,000 دلار نداره. ارزش ذاتی با این متغیرها سکه امامی میشه در محدوده 92 میلیون تومان. ولی نکته‌ای که وجود داره در مورد بازار سکه اینه که به نظر من ما یه شیفتی در مورد حباب سکه داشتیم در 2 سال اخیر. حباب سکه در سالهای گذشته، به خصوص مثلا در 5 سال گذشته، بین محدوده های 10 الی 15% میانگینش بوده. هیجان بهش میخورده مثلا تا 20% هم میرفته، هیجان منفی اینوری هم میخوره تا مثلا زیر 10% هم میومده. ولی در 2 سال گذشته ما میانگین حباب سکمون رسیده به 20% و به نظرم یه پارادایم شیفتی الان روی حباب سکه انجام شده. به نظر من هم در سال آینده این میانگین میمونه مینیمم. بنابراین یه 20% حباب هم بخوام بدم به ارزش ذاتی سکه، در محدودهای 110 میلیون تومان سکه من احتمالاً به طور میانگین تا آخر سال معامله میشه. بنابراین اونجا هم یه همچین بازدهی دارم. ولی کلن به دلیل نرخ اخذای بالایی که من دارم، نرخ بهره بالایی که من دارم، این بازار رو هم نوسانی میبینم. یعنی بازار دلار و حالا به تفسکه تو سال آینده رو من نوسانی میبینم. یعنی احتمالا ما یه دوره های بازدهی داریم، باز یه مقدار منفی، باز بازدهی. احتمالا هم نوسانش بیشتر از امسال هم خواهد شد، چون ما خبرهای سیاسی در سال آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد. دقیقا من میخواستم الان همینو بگم. خواستم بگم وقتی سیاست میاد تأثیر میذاره، مثل قبل تر که حالا تجربهش رو داشتیم، این خبرهای سیاسی به نوسانات دامن میزنن. یه بار خبر مثبت میاد، یه بار خبر منفی و اینا نوسانات رو زیاد میکنن. منم باید موافقم سال آینده رشد پایداری شاید توی طلا یا دلار نبینیم، ولی نوسانات بیشتره به نظر منم. بله، نوسانات کاملا بیشتره و ولی خب بخش عمده این پورتفویی که حالا آخر سر میخوایم ببندیم، واقعا یه بدنه اصلیش این بخش هست که امسالم به نظر من خیلی کمک کرد. افرادی که یه بخش نسبتا خوبی از پورتفوشون بخش طلا، من کاری ندارم، یه سری افراد کاملا طلا بودن، خب اونا برد 100% رو داشتن، ولی عقل حکم میکنه که یک پورتفو آدم ببنده و این رو تغییرش بده. ولی اون بخش عمده وقتی طلا باشه میتونه این کنترل رو ایجاد کنه. اینم بخش دلار طلا. نمیدونم نکته‌ای تو این بخش داری؟ نه یا نه؟ با اکثر حرفات موافقم. تقریبا عددمون یکی بود دیگه. منم آره، تو سکر یه ذره من کمتر پیش میاد که من 120 125 بود و دلار اونم تقریبا یه عدد بود. آره، به این صورت اگر موافق باشی یه سری هم به بازار بیت کوین بزنیم که ببینیم چجوری بوده. بازار عجیب غریبی شده. آره، خیلی کاهش‌های عجیبی داشته. اتریوم 1800
یعنی هولدرهای اتریوم تنها چیزی که توی 4-5 سال اخیر نصیبشون شده تجربه بوده. خیلی سودی البته خب تو ایران که هر چیزی که دلار محور باشه بخری سود کردی، ولی خب خود قیمت دلاری رشد چندانی نداشته. من بخوام اول شروع کنم که چرا اصلا ما تو این سطوح هستیم، 2 تا دلیل عمده داره و یه دلیل مکمل داره. اولین دلیلش خب جنگ تجاری هست که آمریکا شروع کرده و خب این روی دارایی‌های ریسکی اثر میذاره، مثل خود سهام آمریکا. تو میدونی قبل برنامه داشتیم با هم حرف میزدیم، شاخص‌های اصلی بورس آمریکا کاهش‌های عجیب غریبی داشتن. مثلا من سهام تسلا رو دیدم تو یک کندل روزانه 15.5% کاهش داشته تسلا. اپل مثلا 4-5% کاهش داشته. یعنی میخوام بهت بگم کل دارایی‌های ریسکی دنیا، مثل سهام ما داری ریسکی میدونیم، کریپتوکارنسی حالا ریسکش از سهام بالاتره، به خاطر همین هم بیشتر ریخته. با کاهش اقبال سرمایه‌گذارا روبرو شدن و سرمایه‌گذارا دیگه سمت این دارایی‌ها نمیرن. ETF های بیت کوین هم خروج پول رو چندین روز متوالی ثبت کردن. حالا اون سمت این دارایی‌ها میشن مثل طلا، یعنی اونس جهانی به خاطر همین زیاد نریخت. با توجه به این خبرها و اینها همدیگه رو خنثی کردن. جنگ تجاریه اومد این خبرهای صلح و کاهش تنش رو خنثی کرد، رو همین سطوح مونده فعلا. یکی از دلایلش این بود، این جنگ تجاریه بود. دلیل دومش اون اتفاقی بود که ترامپ همیشه میگفتش قبل از انتخابات و بعد از انتخابات که رئیس جمهور شد، ما میخوایم ذخایر استراتژیک داشته بشیم محوریت بازار کریپتو. اینا آمار رسمی که اعلام شد خیلی ناامید کننده بود. از اون انتظارات سرمایه‌گذارا خیلی کمتر بود سرمایه گذاری که دولت آمریکا داشته توی کریپتوکارنسی، که خب حالا 90 خورده درصدش بدن اصلیش بیت کوین بود، ولی باز ناامید کننده بود. این دوتا به هم کمک کرد که ما یه نزول عجیب غریبی رو ببینیم توی بازار کریپتو. یه دلیل مکملی هم که داشتیم توی این چند روز، آمار اشتغال آمریکا بود و کلا وضعیت اقتصاد آمریکا که فدرال رزرو یعنی کلا چشم انداز کاهش نرخ بهره رو واسه فدرال رزرو و تحلیلگر و پیش بینی کنندگان کم کرد. یعنی احتمالا ما تا سپتامبر نداشته باشیم. دلیلش هم فکر کنم مشخص باشه حمید رضا. ببین ما الان با دولتی تو آمریکا طرفیم که کاملا بحث قدرت پذیری دلار رو هدف قرار داده، یعنی میخواد ارزش دلار رو در دنیا کاملا بالا نشون بده. خب این هم یه سری ساید افکتا داره دیگه. شما وقتی جنگ تجاری رو آغاز میکنی، تعرفه میبندی روی کشورهای مختلف، کانادا، مکزیک، چین، به تبع شما بازارهای ریسکی شما با هیجان طرف میشن و انتظار نوسانی بودن این بازارها بسیار زیاده. بنابراین بانک مرکزی شما که حالا اتفاقا برعکس اینجا کاملا هم مستقله، تصمیم بر این میگیره که خب چرا من نرخ بهره رو بیارم پایین؟ وقتی جنگ تعرفه‌ای آغاز میشه، آمار تورم منم رو به بالا داره میره، خب به تبع نمیارم پایین. و اینها تفکراتیه که داره ضربه میزنه. البته من 2 تا موضوع تکمیل کننده حرفتو بگم. یکیش اینه که با توجه به این نرخ بهره که فدرال رزرو احتمالاً حفظ خواهد کرد، حالا احتمال رکود تو اقتصاد آمریکا از 30% رسیده به 40%. یعنی از اون طرفش هم زیاد دیگه یه حدی نمیتونه ادامه بده و اونور احتمالاً بهش فشار میارن. دومین نکته که باز تکمیل کننده حرفای تو و نشون میده که یک سری از سیاست‌های ترامپ موفقیت آمیز هم بوده. من دیروز داشتم آمارش رو میخوندم، حدود 50% از پرداخت‌های جهانی دوباره 50%ش با دلار بوده که بیشترین سطح تو 12 سال گذشته است. یعنی دوباره دلار داره قدرت میگیره. بخوام ریسکم توی بازار کریپتو که یه پیش بینی داشته باشم، به نظر من سال آینده سال نوسانات عجیب غریبی خواهد بود با توجه به این جنگ تجاری و مؤلفه های دیگه که خواهیم داشت. به نظر من نوسانات عجیب غریبی میبینیم، ولی با توجه به تجربه امسال ما، بیت کوین نشون داده که مطمئن ترین سرمایه گذاری توی این بازار هست. یعنی ما داریم وضعیت اتریوم و سایر ارزها رو میبینیم، بیت کوین مطمئن ترین هست، جرن پول عجیبی پشتش میاد، سرمایه گذارای بزرگ پشتشن، ETF های خیلی بزرگی داره و بیت کوین مطمئن ترین راه در حال حاضر، در صورتی که خودت هم گفتی عقل حکم میکنه که ما تو هر بازاری یک پورتفولیو تشکیل بدیم. ولی بیت کوین قطعا باید بدنه اصلی و بزرگترین
درصد رو داشته باشه توی پورتفوی کریپتو ما، اگر بخوایم فرض کنیم که باید پورتفوی کریپتو داشته باشیم. در کنار بیت کوین من یه ارزی که دیدم و خیلی هم خوب عمل کرده ترون هست. ترون توی 2-3 هفته اخیر من دعوت میکنم که برید ببینید حتما چارتش رو، خیلی کم ریخته. بعد از اون رشد و اصلاح عجیبی که توی 2-3 تا کندل داشت، ترون خیلی خوب مقاومت کرده و ترون هم میشه گفتش که اون هم سرمایه گذاری خوبیه. تو نظرت چه راجع به کریپتو؟ والا همه چی رو کامل گفتی. واقعیت خب من مثل تو اونقدر اشراف به این بازار هم ندارم، ولی به نظرم با اون بخشی نوسانی بودن بازار که داری میگی، فکر میکنم سال بعد یکم از این نوسانهای آخر سال خودمون که تو بازار کریپتو اتفاق افتاد کمتر بشه. یعنی ما احتمالاً به یه سطوحی، حالا اگر ریزش دوباره هم اتفاق بیفته تو بازار، به یه سطوح نسبتاً مطمئن‌تری بیفتیم. چون واقعیت به نظر من رفتارهای ترامپ به عنوان مبنا قرار بدیم برای تمام بازارها توی اوایل دولتش بیش از حده. یعنی اون دوره قبلش هم همین فرمت بود. کم کم دولت‌ها کم کم هم خود دولت‌ها و هم خودش این صحبتاش به ثبات میرسه. یعنی دولت‌ها میدونن چه جوری باهاش رفتار کنن. ولی الان اولش مثلا چه میدونم میگه من 10% روی چین تعرفه میذارم، چینم برای این که خب بالاخره یه وضعیت سیاسی ثبات داشته باشه اونم یه حرفی میزنه، ولی بعد یه مدت همگرا میشن این صحبت‌ها، به یک نقطه مشترکی میرسه و از این نوسانی بودن بازارها کم میشه. من صرفا فکر میکنم بازار کریپتو یکم از نوسانی بودنش کمتر بشه. نوسان داره چون ما ترامپ رو داریم، اصلا اون شکی توش نیست، به خصوص بازار کریپتو که اصلا روی حرف ترامپ کاملا تاثیرپذیره، ولی یکم از نوسانش کمتر بشه. خب واقعیت من هولدرم تو این بازار، یعنی من معامله گر به معنای نوسان گیری تو این بازار فعالیت نمی کنم. من بیشتر هولدرم و خب تا الانم موندم نوش جون ضررایی که کردم. خب ولی سودش هم بوده دیگه. آره، یعنی از ابتدای سال بله. شمسی اگه بخوام حساب کنیم خب بله. خیلی سود خوبی داده. مضافاً اینکه گفتم اصلا توی دارایی دلار محور داری، یعنی علاوه بر قیمت خود بیت کوین که 20% 30% حدوداً از ابتدای سال رشد داشته اونم بوده. من بخوام یه جنبندی کنم حرفا رو، نمیدونم موافق هستی یا نه. بریم سراغ جنبندی. من یه سری جنبندی اقتصادی دارم. به نظر من سال آینده سالیه که نقشه‌بندی و دارایی‌های نقشه‌بنده خیلی اهمیت بیشتری خواهند داشت. دارایی‌هایی که شما بتونید سریع تبدیلشون کنید یا نه اصلا سریع بتونید بفروشید، سریع بتونید بخرید، اهمیت بسیار بالایی پیدا خواهند کرد. با توجه به اتفاقاتی که ما در پیش خواهیم داشت، پیش بینی من هست که خیلی اهمیت بالایی دارن. یه نکته دومی که دارم در کنار این بگم اینه که شما طلا هر چند درصد که تو پورتفولیوتون خواهید داشت بر اساس استراتژی شخصیتون، به نظر من باید ارز هم داشته باشید. یعنی این دوتا مکمل همن، با توجه به اینکه ما اونور اونس جهانی رو داریم و لزوما اونس جهانی همواره سعودی نیست. یعنی امکان این وجود داره، اصلا نمیگم احتمالش چند درصد، ولی امکانش وجود داره که سال بعد بازدهی دلار بیشتر از طلا باشه، چون ما از لحاظ سیاسی و جهانی با طلا مواجهیم و یه اونسی داریم که به این راحتی ها نمیشه پیش بینیش کرد. هر روز ممکنه یک اتفاق جدید بیفته. راجع به حالا اسست های دیگه سرمایه‌گذاری تو ایران که حالا ما کمتر کلا راجع بهش صحبت می‌کنیم، ولی چون حالا داریم راجع به کل سال بعد صحبت می‌کنیم، به نظرم خوبه که به اونها هم اشاره کنیم. یکی خودرو که خب دیگه همه مردم میدونن حذف شده از سبد سرمایه‌گذاری، کالا مصرفی شده، همه بهتر از ما میدونن، نمیخوام حرفای کلیشه بزنم. یکی هم ملک به نظر من سال بعد متاسفانه دست نیافتنی تر خواهد شد و شاید باید حباب‌های عجیب غریبی ببینیم توی ملک‌های کوچک متراژ و کم قیمت. یعنی اون کف قیمته، کف داستانه، حباب‌های عجیب غریبی بگیره. یعنی شاید مثلا جایی که 100 متری 100 تومنه، مثال عرض میکنم، مثلا 40 متری بشه متری 130 تومن. در این حد حباب منظورمه و حباب‌های عجیب غریبی خواهند داشت، ضمن اینکه احتمالاً رفته توی اون سمت هم تقاضا. نکته‌ای که خیلی وجود داره، چون اشاره کردم به نقشه‌بندی و اینکه دارایی‌های نقشه‌بنده تر
ملاک برقرار بگیرن، اگر هدف سرمایه‌گذاری روی ملک یا زمین یا هر چیزی باشه، به نظر من برخلاف چندین سال گذشته عقبه‌ای که ما ایرانی‌ها داشتیم، زمین هم داره حذف میشه از سبد سرمایه‌گذاری، چون نقشه‌بندیگیش رو به شدت از دست داده و ریسک بالایی داره. ملک هم خیلی اهمیت بالایی داره که ملک نقشه‌بندی داشته باشیم، چه توی اون منطقه‌ای که می‌خوایم بخریم، تهران، کرج، هر جایی که هست، بریم توی اون منطقه نقشه‌بندی تر شده. دو اینکه همونجور که اشاره کردم کوچک متراژ حتما باید باشه، چون نقشه‌بندی به نظر من اهمیت بسیار بالایی داره پیدا می‌کنه تو اقتصاد ما و هر سال هم داره اثرش بیشتر میشه. نکته آخرم اینه که به نظر من سال آینده سالیه که ما چالش‌های خیلی عجیب غریبی خواهیم داشت، چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی، و اینکه باید خیلی با توجه به این چالش‌ها پورتفوی خودمون رو بچینیم، چون لزوما بینندگان شنوندگان نمیان پورتفویی که ما میگیم رو بخرن، که ما داریم نظر شخصی خودمون رو میگیم. خیلی وزن بالایی باید بدیم به چالش‌ها و خبرهای ناگهانی و خیلی واسش آماده باشیم، چون به نظر من سال عجیب غریبیه. آره، جنبندی جذابی بود. من کاملا با اون حرف اولت که گفتی ما اولویت رو بذاریم نقشه‌بندی کاملا موافقم. دلیل این امر هم به خاطر اون پیش‌فرض نوسانی بودن تمام بازارها هستش. من توصیه‌ای که برای سرمایه گذاری در سال بعد دارم اینه که حالا توی کدوم بازار باشیم، من حالا پیشبینی خودم رو میگم، واقعیت فکر میکنم در سال بعد من کل سال رو بخوام بگم، احتمالاً باز دوباره بازار طلای من رتبه 1 رو خواهد داشت، بعد از اون احتمالاً مثلا دلار باشه، بعد حالا بازار سرمایه باشه، حالا بازار پول. نکته‌ای که وجود داره ولی میتونه در مقاطعی اینها جابجاشن، یعنی حدس من اینه که مثلا چه میدونم اگر بازار سرمایه همین افت رو داشته باشه ولی ما نزدیک خرداد و فصل مجامع بشیم، احتمالاً ما اون تایم بازار سرمایه‌مون مثلا در حد 2 ماه یه بازار رتبه 1 باشه از نظر بازدهی، دلار و اینا ساکن بمونن و بعد حالا دلار و سکه بیان روی بورس. اینجور بازی ها با بازارها نیازمند اینه که ما ابزارهای نقشونده تو هر بازاری رو داشته باشیم. واقعیت وقتی این پیش‌فرض رو میذارم همین رضا، من بازار مسکن و خودرو رو توی بخش سرمایه گذاری با پیش‌فرض خودم حذف میکنم، چون انقدر نقشه‌بندی این بازار پایینه، اون پویایی رو به من نمیده تو بخش سرمایه گذاری. ما درباره بحث کالای مصرفی توی 2 برنامه گذشته کامل صحبت کردیم، گفتیم کالای مصرفی الان وقتشه، یعنی کاملا اولویت کالای مصرفی، حالا میخواد مسکن باشه، خودرو یا هر چیز دیگه. ولی بخش سرمایه گذاری با تفکر من که اولویت نقشه‌بندی، خب بازار مسکن و خودرو رو نمیذارم و توی حالا جمع‌بندی بین بازارها من درصدی بخوام بگم، واقعیت من با این درصدا وارد بازار سال 1404 میشم. 40% بازار طلاست، یعنی اووردم بالا، با این درصد وارد میشم، بالاخره رسیدم به اون عددهایی که تو رسیدی. بعدش بازار سهامو با 30% وارد سال جدید میشم. من 20% نقد دارم، چون اعتقادم اینه که کمک میکنه بین بازارها خوب سویچ کنن. البته من یه نکته رو بگم برای اینکه حالا مخاطبای عزیز دوباره واسهشون یادآوری بشه، ما نقدی که میگیم تو بانک ریال نگه نمیداریم. نه آره بله یعنی بله. این نقد ما هم 35 تا 40% حالا بسته به نرخ اقصا برای ما سود خواهد داشت سالانه. بله دقیقاً. و باقی موندهش رو 10% بیت کوین رو و بازار کریپتو رو نگه میدارم، چون این 2 نگاه داره دیگه، یه دونه ارزش دلاری حالا کوینیه که دارم، یکی هم یعنی در واقع به اون طلا، اون بخش طلا و دلار داره کمک، دلار طلا داره کمک متنوع میکنه، شدن دارایی‌های دلاری. بله. من با این فرمت وارد سال 1404 میشم، ولی باز میگم به دلیل نوسانی بودن بازارها، جابجایی بین بازارها، یکی از
پر اهمیت ترین نکات سرمایه گذاری در سال بعد. یعنی این نکته رو اگر کسی بتونه رعایت کنه، هنرش رو پیدا کنه، به نظرم خیلی موفق تر خواهد بود. کاملا باهات موافقم. سبد من یه بخشش خیلی شبیه توه. من 30% رو به دلار اختصاص میدم، 45% رو به طلا، اون اونس جهانی رو به تنم مالیدم، و 10% بورس، چون بالاخره یه فرصت‌های جذابی داره و اون سود حداقلی خوبی میده حداقل، ضمن که بالاخره ما از همه فرصت‌ها هم باید استفاده کنیم. 10% کریپتو و 5% نقد. من نقدم رو خیلی کم نگه میدارم و یه توصیه‌ای هم که حالا از لحاظ شخصی خودم دارم اینه که سعی کنیم ریال کم نگه داریم. میگم در بدترین حالتش اینه که شما دیگه برید صندوق درآمد ثابت بخرید، اوراق اقساطی حالا نمیگم چون متفاوته، زیاد تحلیل و اینا میخواد، صندوق درآمد ثابت بخرید حداقل. صندوق کارای ما فکر کنم 34%، 34 و نیم فکر میکنم که حالا بالا هم بره دیگه. آره دیگه، یعنی میگم اصلا نقد نگه ندارید در سطوح بالا. و در آخر بخوام یه جمله آخر بگم، امیدوارم که سال آینده برای مردم ما و همه ما یه سالی باشه که تغییرات مثبت و تغییرات بزرگ مثبتی توش باشه. مرسی حمیدرضا از تو که تو این برنامه ویژه شرکت کردی. ممنون از همه همراهان و بینندگان عزیز. قبل از خداحافظی من پیشاپیش سال نو رو هم به همه عزیزان تبریک میگم و مثل حمیدرضا آرزو میکنم که سالی متفاوت و رو به بهبود رو تجربه کنیم. ممنون از تماشای شما و حضورتون.